تانک استریو 103 ساخت سوئد. سلام دوستان، من اصغرم. با یه فیلم آموزشی دیگه در خدمت شما هستیم. لطفاً قبل از هر چیزی کانال رو سابسکرایب کنید و تا انتها همراه ما باشید. در میانه دهه 1950 ارتش سوئد به دنبال یک تانک جدید برای جایگزینی تانک انگلیسی سنجوریان برای دهه آینده بود. یک کنسرسیوم متشکل از ساب و بوفر تشکیل شد که از یک تانک با وزن 50 تن و یک توپ 155 میلیمتری پشتیبانی میکرد. ولی این طرح بسیار گران بود. از این رو مدتی سوئد به دنبال خرید یک تانک از آمریکا و یا انگلستان رفت که این برنامه نیز به جایی نرسید، تا اینکه در سال 1956 یک طرح جدید از طرف شرکت سونبرگ برای ساخت یک تانک جدید بدون برجک مجهز به یک توپ 105 میلیمتری مطرح شد. مطالعات این شرکت نشان میداد نیمی از تانک‌هایی که طی جنگ جهانی دوم هدف قرار گرفتن از ناحیه برجک هدف قرار گرفته بودند. از این رو بر اساس مطالعات این شرکت اگر برجک کوچکتر شود و یا حتی حذف شود احتمال هدفگیری تانک کم می شود. از طرفی به شکل سنتی تانک‌های غربی بلندتر از تانک‌های ساخت شوروی بودند. سازنده سوئدی مدعی بود با کاهش ارتفاع تانک هدفگیری آن سخت‌تر می شود. در آن زمان تانک تی 64 در شوروی در حال آزمایش بود و گفته شده بود که ارتفاع آن 2.2 متر است. از این رو تانک جدید سوئدی ها که قرار بود به نام استریو 103 شناخته شود دارای ارتفاع 2.14 متر بود. تانک استریو 103 منبع نوآوری هاست. اگرچه اولین تانک سوئدی ها بعد جنگ جهانی دوم است، ولی مجموعی از نوآوری ها در آن است که در هیچ تانک قبل و بعد از آن دیده نشد. تانک فاقد برجک است. از این رو بسیار کوچک است. هم ارتفاع کمی دارد و هم طول کمی دارد. برای قیاس تانک سنجوریان انگلیسی که این تانک جایگزین آن شد دارای ارتفاع 3.1 متر و طول 9.8 متر است و یا تانک تی 62 شوروی که همزمان با این تانک وارد خدمت شد دارای ارتفاع 2.4 متر و طول 9.3 متر بود. تانک استریو 103 دارای ارتفاع 2.1 و طول 9 متر بود. نداشتن برجک باعث شده به راحتی پشت هر مانع طبیعی و غیر طبیعی بتواند خود را جا بدهد و این به این معنی است که توپ اصلی نمیتواند مانند بقیه تانک‌ها با کمک برجک 360 درجه را پوشش دهد. همچنین باز نداشتن برجک به این معنی است که تانک نمیتواند ارتفاع را با کمک حرکت توپ در برجک پوشش دهد. تمام این کارها با حرکت خود تانک انجام می شود. برای حرکت لوله در ارتفاع تانک دارای یک سیستم تعلیق مجهز به سیستم هیدرولیک است که میتواند ارتفاع تانک را تا 13 سانت کوتاه کند. تانک میتواند با پایین دادن عقب خود که جلو تانک بالا میآید تا 22 درجه لوله را بالا بدهد و تا 8 درجه با پایین دادن جلو تانک لوله را به طرف پایین بدهد. بدین صورت به سرعت مسئله حرکت لوله تانک در ارتفاع حل میشد. برای چرخش لوله نیز باید خود تانک بچرخد. البته سرعت چرخش بسیار بالاست، به شکلی که میتواند طی 10 ثانیه 360 درجه را بچرخد. تانک دارای 3 خدمه بود. اول راننده و توپچی است. در این تانک توپچی و راننده یکیست، روشی که در هیچ تانک و یا خودرو زرهی دیده نمی شود. دلیل این کار این بود که هدایت زاویه و جهت لوله توپ باید با حرکت تانک انجام میشد. از این رو توپچی و راننده یکی بود. راننده دارای یک فرمان در جلوی خود بود که با آن هدایت تانک را انجام میداد و با آن میتواند ارتفاع سر جلو و عقب را بالا پایین کند. از این رو اختیار آتش نیز با خود او بود. برای آتش دارای یک چشمی سایت برای هدفگیری توپ بود که سایت روی برجک سمت چپ بالا جلوی دریچه راننده و توپچی تانک قرار دارد. تانک در مرحله نخست دارای رایانه کنترل آتش و یا مسافت یاب لیزری نبود، ولی بعدها در اواخر دهه 1970 طی ارتقا مجهز به هر دو شد و حتی برخی طی ارتقا مجهز به سایت دید حرارتی نسل دوم نیز شدند. فرمانده کنار توپچی قرار میگیرد و آن نیز دارای سایت مشابه است. هر دو توان استفاده از سلاح اصلی را دارند. یکی دیگر از ویژگی‌های این تانک داشتن 2 نوع موتور است. یک موتور 240 اسب بخاری دیزل ساخت رولز رویس و یک موتور توربین گازی 300 اسب بخاری. استریو 103 در کنار آبرامز و تی 80 تنها تانک هایی هستند که دارای موتور توربین گازی هستند.
این دو موتور می توانند به صورت جدا و یا با هم وارد عمل شوند. این ترکیب مانند ترکیب موتور دیزل و توربین گازی در شناورهای جنگی است. معمولاً در صورت نیاز به قدرت بالا و سرعت حرکت بالا از دو موتور با هم استفاده می شود. در غیر این صورت تنها از موتور دیزل استفاده می شود. موتور در جلو قرار دارد، یعنی برخلاف دیگر تانک ها غیر مرکاوا که موتور در عقب است، در این تانک در جلوست که خود حفاظت زرهی بیشتری نیز ایجاد کرده است. تانک توان حرکت با سرعت 60 کیلومتر بر ساعت را دارد، ولی یکی از ویژگی‌های دیگر این تانک که در هیچ تانکی دیده نمی‌شود، داشتن توان شناور ماندن روی آب و در واقع همان توان آبی خاکی است که به آن اجازه می‌دهد با سرعت 6 کیلومتر بر ساعت به مدت 20 تا 25 دقیقه روی آب حرکت کند. تانک دارای یک توپ 105 میلیمتری است. این توپ 105 میلیمتری مشهور ناتو که در واقع همون توپ L7 انگلیسی هاست نیست، بلکه یک توپ طراحی شده برای همین تانک ساخت خود بوفورس سوئد است. این توپ میتواند مهمات استاندارد ناتو را شلیک کند، ولی از آنجایی که تانک فاقد برجک است، لوله توپ ثابت بوده. خود توپ در عقب خودرو قرار دارد و لوله آن از بدن بیرون آمده و به طرف جلو کشیده شده است. این توپ دارای سیستم گلوله گذاری خودکار است. از این روی این تانک اولین تانک غربی بود که دارای سیستم گلوله گذاری خودکار بود. سیستم لود گلوله میتواند تا 15 گلوله بر دقیقه لود کند که بسیار سریعتر از نسخه روسی به سرعت آتش 8 گلوله بر دقیقه و یا نسخه نصب شده روی برخی تانک های فرانسوی، ژاپنی و کره جنوبی با سرعت آتش 10 تا 12 گلوله بر دقیقه است. مهمات توپ از طریق یک سوراخ در پشت تانک درون سیستم گلوله گذاری زنجیره‌ای قرار میگیرد. 50 گلوله درون تانک قرار میگیرد که بعد از شلیک بوکه از همان سوراخ عقبی به شکل خودکار بیرون پرتاب می شود. مهمات‌های مختلفی از انرژی جنبشی تا انفجار قوی و یا مهمات خرج‌گود از این توپ شلیک می شود و البته همانطور که گفته شد تمامی مهمات‌های ناتو قابل شلیک از این توپ هستند. دو مسلسل 7.62 میلیمتری توسط تانک حمل می شود. یکی بالای سر دریچه فرمانده قرار دارد که فرمانده می تواند از آن بیرون آمده و با آن به طرف بیرون شلیک کند و دیگری یک مسلسل 7.62 میلیمتری هم محور با توپ اصلی است که آن نیز با تغییر زاویه شاسی و یا حرکت شاسی قابل هدفگیری است. همانطور که گفته شد استریو 103 دارای 3 خدمه است. عملاً می توان آن را توسط 2 خدمه یعنی فرمانده و راننده و توپچی هدایت کرد. ولی یک خدمه سوم نیز وجود دارد که باز از جمله ویژگی‌های این تانک است. این خدمه سوم برعکس رو به پشت درون تانک قرار می‌گیرد که در واقع راننده دومی است که دارای سیستم هدایت کامل است تا در صورت نیاز برای اینکه تانک از میدان نبرد فرار کند تانک را رو به عقب هدایت کند. تانک دارای 100 میلیمتر زره تخت در جلوی شاسی است که البته به شکل شیبدار آن هم با شیب 60 درجه قرار گرفته که عملاً میزان حفاظت را در حدود 20 تا 250 میلیمتر افزایش می‌دهد. البته خب سیاست طراحی کلی پشت این تانک این بوده که اصلاً نتوان آن را به همین راحتی هدف قرار داد. حتی دارای یک تیغه بولدوزر در جلوی خود است که می‌تواند با آن دست به کندن سنگر برای مخفی کردن شاسی بزند. چندین مدل از این تانک توسعه یافت. مدل شماره 1 استریو 103A نسخه اولیه تولیدی که تنها دارای موتور توربین گازی 300 اسب بخاری بود تنها 80 اراده از این ساخته شد که به صورت مشخص شد این موتور با در نظر گرفتن وزن 39 تنی این مدل قدرت لازم را ندارد و بسیار تحت فشار قرار می‌گیرد. شماره 2 مدل استریو 103B در این نسخه یک موتور 240 اسب بخاری دیزل ساخت کاترپیلار کنار موتور توربین گازی کار گذاشته شد تا مشکل موتور برطرف شود. نیمی از نسخه های آ به نسخه B ارتقا یافتند. همچنین این نسخه می تواند با زاویه بیشتری سر خود را بالا و پایین کند. شماره 3 مدل استریو 103C یک برنامه ارتقا در سال 1986 شامل نصب مسافتیاب لیزری بود. همچنین طی این ارتقا یک تیغه بولدوزر نیز در جلوی این تانک نصب شد. در این نسخه همچنین موتور کاترپیلار عوض شد و یک موتور ساخت رول روید روی آن نصب شد که 290 اسب بخار قدرت داشت. همچنین در دو طرف بدنه مخازن سوخت خالی قرار گرفت تا به عنوان زره اضافی از آن استفاده کنند. شماره 3 مدل استریو 103D
در اواسط دهه 1990 یک سری ارتقای دیگر شامل نصب یک رایانه کنترل آتش دید حرارتی برای فرمانده و توپچی انجام شد. البته این ارتقاءات روی بخش کوچکی از ناوگان انجام شد، زیرا در دهه 1990 تانک استریو 122 که در واقع همان تانک لئوپارد 2 A5 ساخت آلمان است جای این تانک را گرفت. بین سال 1967 تا سال 1971 در مجموع 290 اراده از این تانک ساخته شد که تنها در سوئد مورد استفاده قرار گرفت. این تانک یک طرح غیر عادی بود. نداشتن برجک بدون شک امتیاز مثبتی در کاهش ارتفاع تانک و کاهش احتمال هدفگیری بود، ولی در عمل تانک بدون برجک متحرک مشکلات خودش را نیز داشت. اول، کاهش ارتفاع شدید تانک باعث میشد تانک در بسیاری از مواقع پشت یک مانع طبیعی که هر تانکی میتواند از پشت آن شلیک کند توان آتش نداشته باشد. دوم، چرخ دائم شاسی آن هم مثلا در نبرد شهری بسیار وقتگیر بود و خود باعث افزایش احتمال هدف قرار گرفتن تانک میشد. توپچی باید هم روی هدف تمرکز میکرد و هم روی هدایت تانک. این خود باعث سردرگمی و عدم تمرکز در میدان نبرد میشد. داشتن دو موتور پیچیدگی خود را در بخش تعمیرات داشت و هزینه را بالا می‌برد. در نهایت برای همین مسائل هیچ کشوری آن را نخرید. حتی در زمان حکومت پهلوی ایران که به دنبال خرید تانک جدید بود و منجر به خرید تانک چیفتن شد، این تانک را مورد بررسی قرار داد. خیلی ممنونم که تا انتها همراه من بودید. امیدوارم از دیدن این فیلم آموزشی لذت برده باشید.